السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره تین یکی از سوره های مکی هست. 8 آیت دارد. در اینجا در موضوع اصلی را صحبت میکند. یکی کرم الله تبارک و تعالی را که برای انسانیت داده است. دیگر که هست ایمان به حساب و جزا. این سوره بسیار یک عجیب بیان شدگی است که در موضوع هایی که الله پاک به اون موضوع ها قسم خوردگی هست. اون 3 موضوع مقدس هست. یکی قسم به مکه خوردگی هست الله پاک، و دیگری که هست به بیت المقدس، و دیگری که هست به طور سینا. اینجا انشاءالله تحت لفظ ترجمه می شود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. همین تا آیت 3 که هست اینجا الله پاک قسم میخورد. و تین واو قسمی است. قسم به تین. تین انجیر میگویند. و زیتون مشهور هست. صحابه کرام میگد که همین انجیر و همین زیتونی که شما میخورید الله پاک به همین قسم میخورد. به خاطر چی؟ به خاطری که هست این یک کرامت و یک بگیم حرمتی در نزد الله دارد که الله پاک در اون بگیم بسیار شفاهای بخشیده است. و زیتون مشهور هست. تین انجیر هم بسیار فایده های عجیبی دارد که برای پوست انسان، برای جسم انسان، برای قوت انسان بسیار شفاهای الله در اون داده هست. و قسم با دیگر و طور سینین، و دیگر که یک جای مقدس هست که طور سینینش میگن. طور سینین اصلا طور کوه هست که در اون کوه الله پاک صحبت کرده با حضرت موسی علیه السلام. سینین گفته مبارک. و در تحت همین سینین بعضی میگد که یک جایی که یک کوهی که اون سبززار باشد و بسیار بگیم درخت و اشجارش زیاد باشد، همون سینین یعنی که و سینا میگنشه برای زیباگیش مبارک است. و هر کوهی که میگه در اون درخت ها باشد، میوه ها باشد، اون سینین نام میبرنده. و قسم به همون کوهی که الله پاک در اونجا صحبت کرده بود، سینین بسیار چی هست؟ طور سینا، یعنی که بسیار زیبا هست و سرسبز و درخشان است. و هذا البلد الامین، و قسم به همین بلد، به همین شهر امین که انسان ها در اونجا میدونن در امن میماننده. مکه مکرمه در نظر دارد. اگر هر کسی در حدود حرم که بدراید، اون از اونجا برآورده، اون بگیم که جزا دادن ممکن است تا اینکه خودش اگر بیرون نرود. حال هم همون خیلی است. در اینجا مفسر میفرماید که الله پاک چرا به تین و زیتون قسم خورد و طور سینین قسم خورد و هذا البلد الامین گفت. 3 بار در 3 آیت قسم است. و تین و زیتون میگویند که همون جا و مکانی که انجیر زیتون زیاد میشه بیت المقدس است که الله پاک در اونجا حضرت عیسی علیه السلام فرستاند. و طور سینین و همون طور سینایی که بگم کوهی که در اونجا الله پاک صحبت کرد با حضرت موسی علیه السلام، این چی هست؟ بگیم در اونجا موسی علیه السلام قد صحبت کرده است که اون مقدس است نزد یهود و نزد ما را مکانهای مقدس هست. در شریعت اسلام حقیقت همه چی آشکار هست. و هذا البلد الامین گفت که هم بلد امین که هم مکه مکرمه هست که در اونجا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چی کرد؟ مبعوث کرد و پیامبر انتخاب کردن. خلاصه گفت که این بسی مکان مقدس هم دلالت میکند که اینجاها بسیار مکانهای مقدس هستند که الله پاک در اینجا 3 پیامبری که دین آنها بگیم شریعت آنها در دنیا 5 دیگه است، به هم 3 جای مقدس قسم خورده است. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. به تحقیق خلق کردیم انسان را فی احسن گفته در بهترین و زیباترین چی؟ تقویم. تقویم گفته به معنای راست، یعنی که به معنای راست و مستقیم تقویمش میگن. چی معنی دارد؟ یعنی که انسان خلق کردیم در بهترین شکل و حسن صورتش دادیم. الله پاک بسیار انسان اگر که مثلا که چارپاها را میگشتن بسیار صورتش بزیب بود، اما راست کرد آنها را. ثم رددناه اسفل سافلین. بعد از آن آنها را رددنا گفته بونه که رد کردیم، گردوندیم، یعنی که فرو آوردیم. اسفل سافلین، اسفل تکترین ها، پایانترین ها. اینجا میگد که بعض رد کردیم آنها را در بگیم که تکترین ها، که بعضی مفسر میگه دوزخ ده.
وقتی که انسان شکرانه نکرد، همینقدر نعمتش دادیم، همینقدر بگیم در بهترین صورت خلقش کردیم، اون که شکرانه نکرد ما در تکترین دوزخ میاندازیم. نه. دویم معناش این است که انسان وقتی که کودک هست اون به سوی پورشیدن رسیدن میگه، وقتی راست میشه قامش دیگه در بهترین صورت میشد. با پیر شدن که با به طرف پایان رفتن میگیرد، اون چی از پستی و با سوی بی قوتی به همین چیزها میرود میگن. دیگر معناش این است که میگه کافرها آنها در تکترین دوزخ میسوزن که کفران نعمت کردن. به هر صورت همه معناهاش صحیح هستند. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. مگر انسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن پس برای همونها اجر، یعنی که اجر پاداش و ثوابی غیر ممنون هست، غیری قطع شونده هست. فما یکذبک بعد بالدین، پس به چی سبب، یعنی که چی شده است که یکذبک دروغ میگن تو بعد بالدین، مثل که الله پاک پرسیده است که چی بلا زده است این انسانیت که با بعد و بالدین گفته بعد واضح کردن برهان ها و دلیل ها، یعنی که چی خیل مثلا که الله پاک در قرآن ذکر کرد که خلق کردیم انسان رو از نطفه، بعد از اون خون پاره گرداندیم، بعد از اون گوشت پاره گرداندیم، بعد از اون همش به قدرت الله بیان میکند. این چشید است که بعد بیان کردن دلیل ها و بعد بیان کردن بعد و بالدین تو بعد بیان و واضح کردن دلیل های ما با دروغ میگویند. الیس الله باحکم الحاکمین، او نیست الله که خلق کرده است بی احکم، گفته با بگیم حاکم ترین که عادل ترین عادل ها، حاکم ترین حاکم ها، آیا این خیلی نیست؟ الله پاک در اینجا بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و میگفتن که بلا و انا علی ذلک من الشاهدین، میگفتن که بله، میگفتن ما بر همین چیز هستیم، از شاهد ها هستیم. این کلمه های سوره و تین بود. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله.